صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. پروردگارا، روز خود را با نام تو و با رحمت و عنایات تو آغاز کرده و تو را به خاطر کرم و سخاوت و فیض و محبت بی پایان سپاسگزاری می کنیم و نام مقدست را بر زبان آورده و می ستایمت. خدایا، هرچی داریم از تو داریم، جان و مال و هستی ما همه از توست. خانه و خانواده‌مون رو تو عطا کرده ای، دار و ندارمون از توست و غذای روزانمون را تو از روی رحمت خودت به ما داده ای. پس تمنا این که ما را همیشه متوجه این حقیقت بگردان که اگر خواست تو نباشه ما هیچ چیزی رو نخواهیم داشت و ما را یاری بده ای خدا و دلهایمان رو ملایم ساز تا متوجه نیازمندان و دردمندان بشویم و از مالی که تو به ما عطا کرده ای دردمندان و محتاجان و بیوه زنان و یتیمان را یاری بدهیم و چشمان خود را به سوی تو افکنده و طریق تو را پیروی کنیم. این دعا را به نام مقدس منجی و نجات دهنده جهان و شفیع حقیق نیازمندان و رهبر مستضعفان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. در ادامه مطالعه تورات مقدس در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب تثنیه 5 قسمت از تورات مقدس مبذول داشته و از فصل 16 کلام خدا را که به موسی داده شد تا به بنی اسرائیل بدهد غذای روح و فکر خودمون می‌کنیم و از پروردگار مهربان استدعا داریم که به وسیله اعطای روح القدسش ما را در درک و فهم آیات یاری بدهد تا حقیقت را یافته و از آن پیروی کنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و امیدوارم که با کمک روح القدس شما را در درک معنی آیات یاری بدهم. مرگ موسی این را مرد خدا روز به روز نزدیکتر و نزدیکتر می شد. او اکنون 120 سال از عمرش گذشته بود که 40 سال آن را در هدایت و رهبری قوم بنی اسرائیل از مصر در صحرای سینا به سر آورده بود. و در کوه سینا در صحرای سینا بود که خداوند تعالی با عطا کردن 10 فرمان و شریعت آسمانیش قوم یهود را برگزید و آنان را موظف ساخت که در جهان با اعمال پاک و عبادت راستی خدا یکتا در واقع شاهدانی برای خدا یکتا به مردم بت پرست جهان بشن و در حقیقت خدا را به مردم بت پرست بشارت بدهند و با نوع زندگیشون بت پرستان را ترغیب به آمدن به پرستش خدا یکتا کنند. پروردگار مهربان
با قوم بنی اسرائیل عهد بست که اگر در فرمان او مطیع باشند و تسلیم خدا شده و اوامر او را به جا بیاورند و فقط او را بپرستند و هیچ وقت به بت پرستی رو نیاورند، خدا آنان را از برکات و فیوزات آسمانی و بسیار استثنایی بهره‌مند خواهد ساخت و به آنها سرزمینی را که به اجدادشون یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود عطا می کند و آن سرزمین را از برکات خیش پر می کنه. و اکنون زمان آن رسیده بود که قوم بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود بشن و آن را تسخیر کنند و برای همیشه مالک آن شده و از بیابانگردی و آوارگی رهایی یابند. بنابراین موسی به نسل جدیدی که در صحرای سینا بزرگ شده بودند دستورات و شریعت الهی را مجددا تکرار میکنه. در فصل 14 درباره پرستش خدای یکتا، دوری از هر نوع بت پرستی دستورات اکیدی میدهد و در فصل 15 درباره حمایت و نگاهداری از فقیران و مستضعفان و بیوه زنان و یتیمان دستوراتی میده و بدین وسیله قانون حمایت اجتماعی از بیچارگان و مستضعفان را برای اولین بار در دنیا عطا می کند تا بدین وسیله در این سرزمینی که خدا به آنان عطا کرده هیچ بیچاره و یا گدای وجود نداشته باشد و هرگز بنده خدا از گرسنگی نمیرد. حالا در فصل 16 حضرت موسی به امر خدا دستور می دهد که قوم یهود 3 جشن و یا اعیاد را حفظ کرده و در طول سال آن را دائما به خاطر داشته باشند. این 3 عید هنوز هم پس از چندین هزار سال اجرا میشه که البته هر کدومشون دارای اهمیت خاص و یاد آورنده کارهای بزرگ خدای یکتا در تاریخ اسرائیل می باشه و همچنین تعلیم دهنده درس بسیار مهمی است برای من و شما. و آن اینه که هرگز محبت‌ها و الطاف خدا را در زندگی فراموش نکنیم و قدرشناس باشیم. هرگز الطاف و محبت خدا را فراموش نکنیم و قدرشناس باشیم. چیزی که متاسفانه غالب اوقات به فراموشی میسپاریم. این 3 اعیاد که ریشه مذهبی دارند و قوم اسرائیل وقتی وارد سرزمین خود شدند باید آن را اجرا نمایند عبارتند از عید فسح، عید پنتیکاست یا هفته‌ها و عید خیمه‌ها. 11 آیه اول در مورد عید فسح است که علت بیان آن را نیز بازگو می کند. آیه 1 و 2 اینطور می گوید: ماه ابیب را نگاه دار و فسح را به جهت یهوه خدایت به جا آور، زیرا که در ماه ابیب یهوه خدایت تو را از مصر در شب بیرون آورد. پس فسح را که از رمه و گله برای یهوه خدایت ذبح کنی در مکانی که خداوند برگزیده اجرا کن تا نام خود را در آن ساکن سازد. عید فسح یادآور خروج بنی اسرائیل از مصر می باشه که چگونه قومی که برده و غلام فرعون بودند، قومی که بدبخت بودند، فریادرسی نداشتند، با قدرت خداوند یکتا از مصر خارج میشن بدون اینکه حتی یک نفر از آنها زخمی و یا کشته بشه. آنها آزادی خود را به وسیله قدرت و امر خدا به دست می آورند. قدرت خدا آنان را از مصر رهانیده و به سوی سرزمین موعود هدایت میکنه. بنابراین اسرائیلی ها وظیفه داشتند که هر سال در شب عید فسح قربانی بگذرانند و خدا را به خاطر رحمتش که دعای آنان را شنید و مستجاب فرمود شکر بگویند. همچنین وظیفه داشتند که به مدت 1 هفته تمام نان فطیر بخورند، یعنی نان بدون خمیر مایه، زیرا در هفته آخری که در مصر بودند هر شب نان فطیر می‌خوردند، چون نمی‌دانستند که آیا روزی دیگر در مصر هستند یا نه. آنها روز و ساعت آزادیشون رو نمی‌دانستند. و در آیات بعد نحوه قربانی و مکانی که برای قربانی کردن بایستی برگزینند برای ما توضیح داده و در آیه 8 میگوید 6 روز نان فسح بخور و در روز 7 جشن مقدس را برای یهوه خدایت باشه. در آن هیچ کار مکن. این عید یادآور لطف خداست بر بندگان نالایق. پس در روز 7 جشنی که نتیجه رحمت خداست را با شادی و سرور بایستی برپا کنند.
پس عید فسح یادآور آزادیشون از مصر که چگونه خدا با قدرت عظیم خود آنها را رهانید. جشن دومی که امر به برگزاری آن شده از آیه 9 می باشه، یعنی عید پنتیکاست یا عید هفته ها. به آیات توجه فرمایید. میگوید 7 هفته برای خود بشمار. از ابتدای نهادن داس در مزرعه خود شمردن 7 هفته را شروع کن و عید خیمه ها را با هدیه نوافل دست خود نگاه دار و آن را به اندازه برکتی که یهوه خدایت به تو دهد بده و به حضور خداوند شادی نما. دقت کنید، میگوید و آن را به اندازه برکتی که یهوه خدایت به تو دهد بده و به حضور خداوند شادی نما و به یاد آور که در مصر غلام بودی، پس متوجه شده این فرایض را به جا بیاور. 49 روز پس از عید فسح، یعنی تقریباً 50 روز، عید هفته ها که آغاز نوبر محصولات در اسرائیل است میبایستی جشن گرفته شود، یعنی روز 50. و چون 50 در زبان یونانی یعنی پنتیکاست، این عید به عید پنتیکاست یا عید هفته ها مسما گردیده است. علت عید فسح یادآور قدرت خدا در رهایی آنان از مصر بود و حالا علت برگزاری عید خیمه ها یا پنتیکاست به خاطر آوردن فقر و غلامی قوم اسرائیل در زمان بردگی است که در آن زمان صاحب هیچ چیزی نبودند، ولی حالا خداوند آنها را برکت داده و آنها زمین داده، ملک داده و آنها صاحب زمین و محصول شدند و در نتیجه باید خدا را به خاطر آن شکر کنند و شادی نمایند. به عبارت دیگر یادآور محبت‌های خدا بوده و قدرشناس باشند. عید سومی که موسی امر می‌فرماید قوم بنی اسرائیل آن را نگاه دارند، عید خیمه هاست. آیه 13 اینطور می‌فرماید: عید خیمه ها را بعد از جمع کردن حاصل از خرمن و چرخشت خود 7 روز نگاه بدار. عید خیمه ها دوستان عید شادی و شعف بود، درست مثل بقیه عیدها. امر خدا این بود که در این عید شادی کنن، نه فقط خودشون بلکه میگه تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و لاوی و غریب و یتیم و بیوه زنی که در دروازه های تو باشن. 7 روز در مکانی که خداوند برگزیند برای خدایت عید نگاه دار، زیرا که یهوه خدایت تو را در همه محصولت و در تمامی اعمالت برکت خواهد داد و بسیار شادمان خواهی شد. سپس از آیه 16 و 17 یک بار دیگر خداوند امر میکنه که در همه حال سخاوتمند باشند و فقیران را فراموش نکنند، به طوری که میگوید هر کسی به قدر قوه خود به اندازه برکتی که یهوه خدایش به او عطا کرده است بدهد. یعنی به فراخور حال خودتون از فقیران نگاهداری کن. اگر خدا تو را بی اندازه ثروتمند کرده، از ثروت بیکران خود باید مردم را بیش از بیش کمک کنی، بخشنده باشی. خدا نمیخواد که از نان زن و بچه‌تون قطع کنی و به دیگری بدهی، بلکه میفرماید هر کسی به فراخور حال خود هدایاشو نزد خدا بیاوره. البته این امر یا این هدیه آوردن مافوق 10 است که خداوند قبلا امر کرده است. به عبارت دیگر نه فقط در اینجا به اسرائیل دستور داده شد که 10 بدن، بلکه بالاتر از 10 مافوق آن اگه میتونن به فراخور درآمدشون فقیران را کمک کنن. از آیه 18 الی 22 درباره اجرای عدل و انصاف سخن میراند و حضرت موسی اعلام میکنه که مبادا شخصی از مقام خود سوء استفاده کنه و منصفانه عدل را اجرا ننماید و سپس 2 دستور میده که خداوند به همه ما امر میکنه که باید مطیع آن باشیم. میفرماید داوری را منحرف مساز، داوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر، زیرا که رشوه چشمان حکما را کور میسازد و سخنان عادلان را کج میکند. دقت کنید چی میگه؟ میفرماید داوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر، زیرا که رشوه چشمان حکما را کور میکنه و سخنان عادلان را کج میسازه. اما تو انصاف کامل را پیروی نما تا زنده بمانی و زمینی را که یهوه خدایت به تو میدهد مالک شوی. در این 2 آیه خداوند اعلام میکنه که از هر نوع رشوه و ربا شدیداً متنفر است
و به هیچ عنوانی دوستان عزیز نباید در رشوه دادن و رشوه گرفتن شرکت کرد. متاسفانه امروز در اجتماع ما همین عمل را با معیار بسیار وسیع انجام می‌دهند، منتها برای اینکه اسم رشوه را بیاندازند و احساس نکنند که گناه دارن می‌کنند، آن را پاداش یا حق الزمه می‌خوانند. در صورتی خوب می‌دانیم اینها رشوه است و خدا از کسی که رشوه می‌دهد و یا کسی که رشوه می‌گیرد به شدت متنفره. چرا؟ چون خداوند میگوید این عامل میشه که عدالت و انصاف اجرا نشه و داوری منحرف بشه. ببینید دوستان عزیز، خداوند رشوه را منع کرده است. حالا سوال میشه که چرا؟ میفرماید که چشمان حکام را کور میکنه و در نتیجه حکام و مسئولین مملکت هرگز نمیتوانند عدالت و انصاف و مروت را اجرا کنند و جایی که انصاف و عدالت نباشه داوری خدا بر آنجا نازل میشه و اونجا به جای برکت خدا تنبیه الهی به وجود میاد. چرا؟ چون خدا طرفدار عادلان است و نه همراه کسانی که عدالت را کج میسازند و رشوه‌خواری و ربا میگیرند. مقصود از اینکه عادلان را کج میکنه یا عدالت را کج میکنه یعنی که شخص عادل را از راه به در میکنه. عامل لغزش و سقوط شخص از خدا میشه و هر کسی که سبب لغزش است خود در عذاب خدا خواهد افتاد. در واقع آیه 21 میگوید که اگر در مملکتی رشوه‌خواری باشد برکت خدا از آنجا رخت خواهد بست. اگر مملکتی در آن رشوه‌خواری باشد برکت خدا از آنجا رخت میبنده. چون این دو با هم و همراه نیستند بلکه متضاد و مخالف هم. یعنی هر کسی رشوه میگیرد و یا رشوه میدهد نباید انتظار داشته باشی که خدا او را برکت میده و خدا یارشه. خیر. پس از این دستورات دوستان عزیز ملاحظه میکنیم که خداوند امروز نیز به ما امر میکنه عدالت را منحرف مساز، طرفداری منما، رشوه مگیر، زیرا که رشوه چشمان حکما را کور میکنه و سخنان عادلان را کج میسازه. در حقیقت میگه که میتونی با پول همه چیزو بخری ولی خدا از آن متنفره. سپس در فصل 17 و 18 موسی دستوراتی در مورد قانون اجتماعی و مخصوصاً در رابطه با مذهب و پرستش خدا یکتا باز به قوم اسرائیل دستوراتی میدهد. در آیه اول در مورد قربانی کردن به درگاه خدا اینطور میگوید که باید قربانی عاری از هر عیب و نقص باشه، به طوری که میگوید گاو یا گوسفندی که در آن عیب یا هیچ چیز بد باشد برای یهوه خدای خود ذبح منما، چون که آن نزد یهوه خدایت مکروهه. این آیه به من و شما درس میده، تعلیم میده که وقتی ما میخوایم چیزی رو تقدیم خدا کنیم باید بهترین و عالی ترین چیز را وقف خدا بنماییم و فراموش نکنیم که هرچه داریم از آن اوست. و در حقیقت وقتی چیزی رو تقدیم خدا میکنیم امانت او را به او پس میدهیم. همچنین این آیه میخواد به من و شما درس مهمی بدهد که بایستی چگونه از صداقت دل هدیه وقف خدا کنیم. فرض کنید که شما صاحب مزرعه هستید و بهترین گاو خود رو برای خودتون نگه داشتید، چون میبینید که شیر خوب میده و براتون بسیار پرسوده. ولی یه روز متوجه میشید که اون گاو عزیزی که داشتید، اون گاو گرانبها مریض شده و میدونید که شاید به زودی از بین بره. حالا شما بیایید و این گاو را نذر کنید و آن را قربانی موده گوشتش را به فقیران بدهید. بعد همسایه‌هاتون میگن که به به، ببین فلانی چقدر مؤمن و خدا دوسته، ببین چقدر خدا رو دوست داره، چقدر فکر یتیماست که حاضر شده بهترین و گرانبهاترین گاو خودش رو قربانی کنه. دوستان عزیز، ممکنه مردم اینطور فکر کنن، اینطور قضاوت کنن، ولی خدا یه جوری دیگه نگاه میکنه. خیال میکنه که خدا اون را خواهد پذیرفت؟ جواب کتاب مقدس اینه که این قربانی که به این طریق بوده خدا آن را نمیپسنده، مقبول پسند خدا نیست. چرا؟ چون نیت اولیه شما این نبود که این گاو را در حالی که سالم بود و عالی ترین گاو بود به خدا تقدیم کنی، بلکه زمانی که مریض بود و میدونسته که به هر حال خواهد مرد تقدیم خدا کردید. خدا این نوع قربانی را نمیپذیره، زیرا نیت درستی نداشته. و دوستان عزیز، اگر خدا بخواد امروز رفتار و عکس العمل ما را داوری کنه، بدون شک من و شما محکوم خواهیم شد. چرا؟
چون آنطور که باید شاید او را خدمت نکردیم و یا از مال خودمون تقدیم خدا نکردیم اونطوری که باید شاید، بلکه وقتی دیدیم که مثلا یه پولی اضافه اومده گفتیم الله این یه پولم برای فقیرا به اسم خدا اون هدیه رو قبول نمی‌کنه دوستان عزیز. ولی وقتی که به قول معروف چکتون رو میگیرید، پول به دستتون میاد، اول بیاید مقداری از اون رو یکی از اون رو به خدا تقدیم کنی، بعد با بقیه آن زنی کنی، آن وقت است که خداوند آن هدیه را قبول میکنه و در واقع با هدیه دادن خدا را پرستش کردید. از آیه موسی مجدداً درباره پرستش خدا یکتا و منع نمودن قوم از بت پرستی دستورات بسیار مهمی رو میده و میفرماید چون این سرزمین یعنی سرزمین موعود مقدس محسوب میشه، خدا آن را جدا کرده، بنابراین نباید بت پرستی به هر نوع شکل و فرمی وارد آن بشه. و اگر یک نفر معتقد به خدا یکتاست به خاطر لذت‌های دنیوی و یا تحریکات اهریمنی به بت پرستی روی میآوره، این شخص شایسته مرگ میباشه و باید سنگسار بشه. به طوری که میخوانیم اگر در میان تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یهوه خدایت کار ناشایسته نموده، از عهد او تجاوز کند و رفته خدایان غیر را عبادت کرده سجده نماید، خواه آفتاب یا ما یا هر یک از جنود آسمان که من امر نفرمودم، آنگاه آن مرد یا زن را که این کار بد یعنی بت پرستی رو که کرده است بیرون آور و او را سنگسار کن تا بمیرد. از گواهی 2 یا 3 شاهد آن شخصی که مستوجب مرگ است کشته شود و از گواهی 1 نفر کشته نشود و اول دست شاهدان به جهت کشتن برافراشته شود و بعد از آن دست قوم، پس بدی را از میان خود دور کرده ایم. دوستان عزیز، در این آیه خدا با دقت و با اجرای عدل الهیش دستور میدهد که اگر شخصی بت پرست شد باید لااقل 2 یا 3 شاهد دیده باشند که این شخص بت پرستیده و شهادت بدهند و نه فقط 1 شاهد، بلکه 2 یا 3 شاهد بایستی بگن که ما با چشمان خودمون دیدیم که این شخص بت پرستی کرده و نه فقط آن، بلکه باید شاهدان اولین کسانی باشند که سنگ را بر اون شخص بیاندازند. به عبارت دیگر خون آن شخص بر آنها خواهد بود اگر دروغ گفته باشند. در حقیقت با این عمل خداوند مانعی برای شهادت دادن دروغ به وجود می آوره و قوم را از دادن شهادت دروغ باز می داره، چون که فراموش نکنید از فرامین 10 فرمان این بود که شهادت دروغ نده. حالا خدا میگه اگه کسی اومد گفت که من دیدم فلانی بت میپرسته، به یه شهادت 1 نفر نبایستی حرفش رو قبول کنیم، ولی اگه 2 یا 3 نفر اومدن شهادت دادن و گفتن که این شخص بت پرستیده، آن وقت همون 3 نفر یا همون 2 نفر اول باید سنگ بندازن تو شخص رو بکشن تا خون آن شخص بر گردن آنها باشه اگه دروغ گفتن، و اگه راست گفتن که البته خداوند آنها را میبخشه. سپس از آیه 8 به مسئله حکومت و نحوه حکمرانی پادشاه و رابطه‌اش با مردم و خصوصیات شخص فرمانروا به طور اختصار موسی اوامری رو صادر میکنه تا مطابق این شرایط آنها بتوانند یک رهبری رو برای خودشون برگزینند. شرط اصلی همانا پیروی کردن از کلام خداست، اطاعت نمودن از خدا که پایه برگزینش هر رهبری می باشه. از آیه 19 اینطور میگوید و کلام خدا نزد او باشد و همه روزهای عمرش آن را بخواند تا بیاموزد که از یهوه خدای خود بترسد و همه کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته به عمل آورد. یعنی هر فرمان روا بایستی با کلام خدا آشنایی داشته باشه و ترس خدا در دلش باشه و بدونی که او نیز به خدا مسئول است و یا او بنده خداست. سپس در فصل 18 موسی دستورات بسیار مهم دیگری رو عطا می‌کنه که در رابطه با ظهور پیامبران دروغین و طرز شناخت آنان می باشه و اینکه مبادا از آداب و رسوم بت پرستان پیروی کنیم. آیه 9 از آیه 9 اینطور میگوید چون به زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد داخل شوی، یاد مگیر که موافق رجاسات آن امتها عمل نمایی، یعنی مانند ملت‌های دیگر در اعمال نجس و کثیف و گناه‌آلود عمل نکنی. چرا؟ چون اسرائیلی ها باید با سایر ملت ها فرق داشته باشند. خدا آنها را به عنوان قوم خاص خود برگزیده و باید از سیرت الهی یعنی قدوسیت و پاکی پیروی کنند. خدا میگوید مثل امتهای دیگر رفتار نکنید، هم رنگ آنها نباشید و رجاسات آنان را پیروی نکنید.
ملت‌های دیگر چه می‌کردند که خدا از اسرائیلی‌ها می‌خواد انجام ندهند؟ از آیه 10 برای ما روشن میشه که ملت‌های دیگر چه اعمالی رو انجام میدادن و یا خداوند چه دستوراتی داره میده که از این اوامر پیروی نکنن. میگوید و در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذراند. ببینید دوستان عزیز، امت‌های دیگر در پرستش خدایان خود یا بت‌هاشون بچه‌هاشون رو زنده قربانی بت‌ها می‌کردن و یا در آتش می‌گذاشتن که بسوزه، آنم برای یک بت. خدا میگوید شما نباید این عمل را انجام بدهید و یا نباید این نوع افراد حتی در سرزمین شما جای داشته باشند. نه فالگیر، نه غیبگو، نه افسونگر، نه جادوگر، نه ساحر و نه سوال کننده از اجنه و نه رومال و نه کسی که از مردگان مشورت می‌کنند. زیرا هر که این کارها را کند نزد خدا مکروه است و به سبب این رجاسات یهوه خدایت آنها را از حضور تو اخراج می‌کند. و سپس خلاصه کلام را می‌کند و می‌گوید ولی تو نزد خدایت کامل باش. تو نزد خدایت کامل باش. دوستان عزیز، اگر شما دلتون به حرفای فالگیران و جادوگران و غیبگوها خوش کرده اید، در خطا هستید و گمراهید. فال قهوه یا فال حافظ یا فال ورق یا کفبینی و کفخانی، اینها همه خدا رد کرده. این به عبارت دیگر از آن اهریمن هستند و خداوند کسانی را که این کارها را میکنه از خودش دور میکنه و آنان را به اشد مجازات میرسونه. هم آنانی که فالگیری میکنن و هم کسانی که با رفتن به نزد آنها میخوان سرنوشت خود را بدانند. اینها ریشه بت پرستی داره و ما که به خدا یکتا ایمان داریم نباید نزدیک آنها بشویم، چه برسه که طلب کمک از آنها بکنیم. موسی همین دستورات خدا را به ما عطا میکنه تا چه یک زندگی مقبول پسند خدا داشته و در اراده حق عمر خودمون رو به سر بیاوریم. چرا؟ چون خوشبخت کسی است که به راستی رضای خدا را فراهم نماید. پس تعلیمات خود را موسی در یک جمله به ما میگوید و میگوید نزد خدایت کامل باش، یعنی تو همرنگ جماعت نشو. نگذار حرفا و اعمال دیگران تو را به سوی بت پرستی و شرارت و گناه بکشونه. در عوض تو چشم به خدا داشته باش. وقتی نزدیک است که گناه کنی، به یاد خدا بیفت و فریاد بزن که خدایا مرا از این گناه برهان. وقتی که در وسوسه هستی، نام خدا را بر زبان بیاور و بگو خداوندا مرا از این وسوسه با قدرت خودت برهان و بگذار شیطان را با قدرتی که در نام خداوند و منجی عزیز عیسی مسیح است از خودتون دور کنید. زیرا اگر به شیطان فرصت بدهی تا چشم ببندی، شیطان تو را اسیر میکنه و در گناه میاندازد. تو همرنگ جماعت نباش دوست من. به مردم کاری نداشته باش. تو همرنگ جماعت نباش، بلکه همرنگ خدا شو، یعنی نزد خدا کامل باش. خدا یکتا به ما قوت بدهد که شیطان را از خودمون دور کنیم تا هر نوع وسوسه و شرارت و شهوت و خودپرستی رو از خودمون دور کنیم. خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.